عکس گرفتن در حدیقه مسلمین را و نشستن بالای قبر را شرح دهید. آیا گناه هست؟ اگه گناه هست چی باید کرد؟ ببینید، در قبرستانی بالای قبرها نشستن یک ناجایز است، نادرست است و قبر برادر مسلمان را باید احترام کنیم، نباید بالاش بنشینیم و در احادیث هم این منع شده. و در حدیثی داریم که شخص بالای آتش بنشیند براش بهتر است از اینکه بالای قبر برادر مسلمان خود بنشیند. پس نباید بنشینیم، این کار اشتباه و نادرست است. اما عکس گرفتن، ببینید قبرستانی جایی است که اونجا باید یاد ما از مرگ بیاید. پیامبر فرمودن شما زیارت قبور بکنید، چرا که سبب میشه آخرت بیاد شما بیاید. اگر بریم به زیارت قبور و عکس بگیریم و ساعتری، که چی نمیشه؟ آخرت بیاد نمیاد. لازم خلاف هدف از زیارت قبور است. هدف از زیارت قبور اینه که ما بیاد ما بیایم که 4 روز بعد ما میایم اینجا، نه اینکه اونجا بریم عکس و ساعتری و تفریح و اینها. و لازم خلاف سنت و قانون در چی هست.